دخترم دوباره برگشت به خونه. دیگه نمیره خونه همسایه ها، خونه مردم، چون اونجا دوست داشت. بعد منم وقت نمیکردم بهش برسم. الان دیگه صاحب اونجا به دخترتو بردا ببر، مال خودت. منم خودم گل گام میشو بابا. دختر من همه جون مامانشه. حالا دیگه از امروز میاد خونه خودم. بعد من بهش کاملا سرویس میدم و رسیدگی میکنم. کاملا عاشقشم، کاملا عمرمه، کاملا جونمه. دختر بابا به کسی دیگه نمیده که. البته دوستم، چون دوستم سگ داره. میرفت خونه اونا با هم سگه بازی میکرد. سگه هم پسر بوده با دست سوخته. من خواهد دل مخ پسره بزن. پسره همچه بهش محل نمیده. گفتن خب چه مامان جونم، بهتر نباید محل بدی که. بهتره باید منت تو رو بکشن، باید التماس تو رو بکنن که به شما. ها چی میگی؟ یا کن مامان کاپش میگه. آها گم میرم اینجا یه دقیقه در قربونت برم. الان میادش، الان کاپر میاد. تو خیلی سنگ مامانتی، یه ذره پیش مامانت باش. مامان به تو نیاز داره، تو مامان نیاز نداری؟ نه ها دیگه بوجه نمیکنم. همه شروع شده شدی بچم. بچه خوشگلم، بسته منه. ای خوابش بیاد بچم. میری خونه مردم همینه دیگه، نمیذاره بخوابی. عشقم چرا نمیذاره تو بخوابی؟ برای صبح میخواب نیازش واسه ما میاری. یه ادبن دیگه. دختر خوشگل پیدا کردن، هی میخوان ازش سوء استفاده کنن. آره این دیگه نمیذارن تو سوء استفاده بشه. بله بله، شما عشق مامانت فقط. آره خودیه مامان دیگه حوصله نداره.